میخوام توی چند ثانیه براتون توضیح بدم که چجوری میتونی یه انبه پیوندی اینجوری داشته باشید. ابتدا هسته ها از کارگاهی ترشی سازی یا آب میوه‌گیری ها میاد توی نالستان، بعد توی خارجکش شسته میشه. حالا این یه به صورت نمادین دارم براتون انجام میدم. توی خارجکش میشوریمشون، یه جایی اینجوری ماسه فرش میکنیم توی نالستان و بعد اینجوری هسته ها رو به صف میچینیم روی زمین. اون درزی که قراره جوانه بزنه رو همه رو یه طرف خاص اینجوری میذاریم که بعداً ریشه هاشون توی هم گیر نکنه. بعد از این مرحله اینجوری سبز میشن، میکنیم توی گلدون. تقریبا بعد از 1 سال که خوب ساقشون خشبی شد و رشد کردن، میایم پیوندشون میدیم. مثل این الان این فرآیندی که بهتون نشون دادم، این یه نال 1 ساله است. الان توی بندر گنابه اینجوری نالای پیوندی تولید میشن.